سلام، به این بررسی ویژه خیلی خوش اومدید. راستش امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید اولش شبیه فیلمای علمی تخیلی به نظر برسه، ولی کاملا واقعیه. قرار پیشبینی‌های به شدت تکاندنده و دقیق دکتر رومن یامپولسکی که یکی از متخصصای برجسته ایمنی هوش مصنوعی هست رو با هم موشکافی کنیم. ما تو این بررسی نقشه راه و زمانبندی دقیق آینده بشریت رو از چشم ایشون می‌بینیم. آینده‌ای که تو اون مفاهیمی مثل هوش مصنوعی، بیکاری جهانی و حتی ماهیت همین واقعیتی که توش زندگی می‌کنیم به طرز عجیبی به هم گره می‌خورن. پس حتما تا آخر همراه هم باشید، چون اینا داده‌های علمی و فعلی فناوری هستن که واقعاً باید با دقت بهشون توجه کنیم. خب بیایید همون اول کار بریم سراغ یه عدد عجیب و غریب. 99%. یه لحظه به این عدد فکر کنید. این پیشبینی سطح وحشتناکی از بیکاری جهانیه که دکتر یامپولسکی معتقده فقط تو همین چند سال آینده یقه همه ما رو میگیره. ببینید، ما اصلا در مورد یه رکود اقتصادی معمولی با مثلا 10% بیکاری حرف نمیزنیم. داریم درباره دنیایی صحبت میکنیم که تو اون نیروی کار انسان، چه فکری و چه فیزیکی، عملاً رایگان و بی‌نهایت میشه. یعنی دیگه هیچ توجیه منطقی و اقتصادی برای استخدام یه انسان وجود نخواهد داشت. حالا باید از خودمون بپرسیم دنیایی که توش تقریباً همه شغل‌ها خودکار شدن اصلا چه شکلیه؟ میدونید این اتفاق دقیقاً زمانی میفته که آدما بالاخره دست از اون مقاومت ذهنیشون بردارن، همون مقاومتی که باعث میشه مدام به خودمون بگیم نه بابا، هوش مصنوعی که هیچ وقت نمیتونه کار من رو انجام بده. یامپولسکی یه مثال خیلی جالب میزنه. میگه وقتی از یه راننده اوبر پرسیدم نگران ماشینای خودران نیستی؟ با خنده گفت نه، هیچ هوش مصنوعی نمیتونه مثل من خیابونای نیویورک رو بلد باشه و توش لای بکشه. اما واقعیت اینه که ماشینای خودران همین الانش هم دارن تو خیابونا کار میکنن. راستش رو بخواید هیچ شغلی از برنامه نویسی و مهندسی گرفته تا تولید محتوا و حتی کارهای خلاقانه از این موج در امان نیست. حالا این وسط یه تفاوت خیلی حیاتی و البته جذاب وجود داره که باید درکش کنیم، یعنی مرز بین هوش مصنوعی جامع و سوپرهوش. ما الان داریم با سرعت نور به AGI یا همون هوش مصنوعی جامع نزدیک میشیم، یعنی سیستمی که میتونه تو تمام زمینه‌ها دقیقاً در سطح یه انسان عمل کنه. همین الانش هم هوش مصنوعی داره تو ریاضیات و کدنویسی کارایی میکنه که تا 3 سال پیش رسما غیر ممکن بود. اما میدونید تهدید وجودی واقعی از کی شروع میشه؟ دقیقاً از لحظه‌ای که ما از این مرز عبور کنیم و وارد قلمرو سوپرهوش بشیم. یعنی سیستمی که تو تمام زمینه‌ها، تاکید میکنم تمام زمینه‌ها، از تک تک انسان‌های روی کره زمین باهوش‌تره. و اینجاست که میفهمیم چرا واقعاً توی بحران جدی هستیم. این همون پارادوکس اصلیه که دکتر یامپولسکی مدام دربارش هشدار میده. ببینید، ما خیلی خوب میدونیم چطور با اضافه کردن داده‌ها و قدرت پردازش هوش مصنوعی رو به شکل تصاعدی و نمایی باهوش‌تر کنیم. اما تو بحث ایمنی چی؟ پیشرفت ما تو اقدامات ایمنی کاملا خطی و کند پیش میره. ما عملاً داریم فقط یه سری وصل پین ساده روی این سیستمای پیچیده میذاریم، مثل یه سری قوانین ساده منابع انسانی که مثلا به سیستم میگیم لطفاً حرف بد نزن. خب مشخصه که یه سیستم فوق هوشمند به راحتی آب خوردن راه دور زدن این وصله‌های سطحی رو پیدا میکنه. بیایید یه نگاهی به آینده بندازیم و ببینیم این مسیر ما رو به کجا میبره. یامپولسکی تاریخ‌های مشخصی رو پیش بینی کرده که راستش رو بخواید به طرز ترسناکی نزدیک هستن. تا سال 2027، یعنی فقط همین چند سال دیگه، ما به AGI میرسیم و نرم افزارها تمام کارهای دفتری و فکری ما رو مال خودشون میکنن. فقط 3 سال بعدش، یعنی تو سال 2030، ربات‌های انسان نمایی که به هوش مصنوعی وصلن به چنان مهارتی میرسن که کارهای فیزیکی رو هم قبضه میکنن، از پختن یه املت ساده بگیری تا لوله‌کشی ساختمون. و در نهایت این قطار بی‌ترمز با یه شتاب دیوانه‌وار به ایستگاه 2045 میرسه، سالی که بهش میگن تکینگی. اما تکینگی یعنی چی؟ تکینگی تو سال 2045 یه چیزی شبیه به افق رویداد توی سیاهچال است. این نقطه‌ایه که تو اون خود هوش مصنوعی شروع میکنه به اختراع کردن و تحقیق کردن. برای اینکه بتونید درکش کنید، تصور کنید گوشی هوشمندتون به جایی که سالی یه بار مدل جدیدش بیاد، هر ماه، هر هفته، هر روز و آخر سر هر ثانیه توسط خود هوش مصنوعی ارتقا پیدا کنه. سرعت پیشرفت اونقدر سرسام‌آور میشه که درک انسان از دنیای اطرافش به صفر مطلق میرسه. ما عملاً نه دیگه میتونیم این فناوری رو بفهمیم و نمیتونیم حتی 1 ثانیه بعدش رو پیش بینی کنیم.
برای اینکه بهتر متوجه بشیم چرا کنترل یا پیشبینی یه سوپرهوش برای ما غیر ممکنه، یان پولسکی یه تشبیه بی‌نظیر میزنه که واقعا به هدف میشینه. اون میگه همونطور که سگ بولداگ فرانسوی من تو خونه هیچ وقت نمیتونه بفهمه من پای کامپیوتر دارم چه کار پیچیده‌ای انجام میدم، ما انسان‌ها هم دقیقاً توانایی شناختی لازم برای پیشبینی تصمیمات یه سوپرهوش بیگانه رو نداریم. باورتون بشه یا نه، ما تو اون شرایط در برابر این سیستم عملاً تو جایگاه همون سگ خونگی قرار میگیریم. خیلیا اینجا یه سوال به ظاهر منطقی میپرسن. خب بابا، هر وقت دیدیم داره خطرناک میشه سیمشو از برق میکشیم. اما نکته حیاتی دقیقاً همینجاست. شما نمیتونید سوپرهوش رو از برق بکشید. یان پولسکی میگه این حرف مثل اینه که میگید میخوام کل شبکه بیت کوین رو خاموش کنم یا یه ویروس کامپیوتری رو با کشیدن دوشاخه از بین ببرم. این یه سیستم توزیع شده است. از ما خیلی باهوش‌تره، تو جاهایی که عقلمون هم نمیرسه از خودش بکاپ مخفی میگیره و حرکات شما رو قبل از اینکه حتی بهشون فکر کنید پیش بینی میکنه. این دیگه یه ابزار تو دست شما نیست. این یه عامل کاملا مستقله، یه جعبه سیاه که حتی خود سازنده‌هاش هم باید مثل یه موجود فضایی روش آزمایش کنن تا تازه بفهمن که کارایی از دستش برمیاد. و در همین حالی که ما داریم درباره خطراتش صحبت می‌کنیم، رهبران غول‌های تکنولوژی دارن چیکار می‌کنن؟ اونا عملاً دارن تمام موانع ایمنی رو نادیده می‌گیرن و با یه سرعت وحشتناک با هم مسابقه میدن تا اولین نفری باشن که به این تکنولوژی و تسلط مطلق میرسه. چیزی که یان پولسکی بهش میگه تسلط بر مخروط نوری جهان. اونا دارن تو این رقابت شدید که خیلی شبیه به پروژه منهتن برای ساخت بمب اتم هست، روی جون 8 میلیارد انسان قمار میکنن. اونم برای ساخت چیزی که در نهایت کنترلش از دست خودشون هم خارج میشه. خب حالا بیایید یه چرخش ذهنی خیلی عجیب داشته باشیم. پیشرفت همین هوش مصنوعی ما رو به یه نتیجه‌گیری حیرت انگیز دیگه هم میرسونه. دکتر یان پولسکی اشاره میکنه که این سرعت پیشرفت ناخواسته داره ثابت میکنه که ما چقدر به ساخت جهانهای مجازی و شبیه سازی شده نزدیکیم. همین الان ابزارهای هوش مصنوعی میتونن جهانهای سه‌بعدی باثابتی بسازن که حافظه دارن. وقتی ما بتونیم جهانهای مجازی کاملا واقعی و عواملی در سطح انسان بسازیم، به مرحله سوم میرسیم. یعنی میتونیم میلیاردها واقعیت شبیه سازی شده رو با هزینه خیلی کم اجرا کنیم. و اینجاست که میرسیم به یه آمار دیوانه کننده. این احتمال آماری رو تو ذهنتون تجسم کنید. اگر یه گونه پیشرفته تو آینده یا همون سوپرهوش بتونه با یه هزینه ناچیز، مثلا در حد $10 در ماه، میلیاردها شبیه سازی از جهان رو برای تحقیق یا حتی فقط برای سرگرمی اجرا کنه، احتمال این که ما در حال حاضر تو اون تنها واقعیت اصلی و پایه باشیم چقدره؟ به معنای واقعی کلمه 1 در 1 میلیارد. بله، دکتر یان پولسکی با قطعیت بالایی معتقده که ما به احتمال 99.9% همین الان در اون یکی از همین شبیه سازی ها زندگی میکنیم. شاید براتون جالب باشه که بدونید این تئوری فوق پیشرفته علمی به طرز عجیبی شبیه به حرفاییه که ادیان باستانی هزاران ساله دارن میزنن. یان پولسکی میگه اگه جزئیات و سنت‌های مختلف رو فاکتور بگیریم، هسته اصلی تمام ادیان یه چیزه. یه خالق یا مهندس به شدت باهوش یه دنیای غیرواقعی رو ساخته تا انسانها رو توش آزمایش کنه و این دنیا واقعیت نهایی نیست. این دقیقاً مو به مو همون تعریف نظریه شبیه سازیه که حالا دانشمندان علوم کامپیوتر با منطق ریاضی و 0 و 1 بهش رسیدن. خب در نهایت ما نمیتونیم ترمز این قطار سوپرهوش رو بکشیم و نمیتونیم جلوی این شبیه سازی رو هم بگیریم. به همین خاطر دکتر یان پولسکی در آخر ما رو با یه توصیه خیلی عمیق و البته تأمل برانگیز رها میکنه. هر روزتون رو طوری زندگی کنید که انگار روز آخرتونه. وقتتون رو برای کارهایی که ازشون متنفرید تلف نکنید. سعی کنید کارهای تاثیرگذار انجام بدید و به بقیه کمک کنید. با در نظر گرفتن این سرعت بیرحمانه تکنولوژی که امروز با هم بررسی کردیم، این سوال حیاتی پیش میاد. شما، بله خود شما، با زمان باقی مونده‌تون میخواید چیکار کنید؟ این چیزیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره. خیلی ممنونم که تو این بررسی ویژه با ما همراه بودید.